با بخش دوم در خدمت شما هستیم با نرم افزار و کتاب کلید فولاد و قراره که 10 تا سوال سنتی رو حل بکنیم. بله، عباسیان هستم، مدرس دوره. خب بحثی که آغاز میکنیم بحث جستجوها هستم. من باز مثال حل نمی کنم، یه توضیحات کلی میدم و از سری بعدی وارد مثالهای اصلی خواهیم شد. ما دو تا بخش اصلی داریم، بخش regular search و advanced search. اینها یه مقدار توضیح بدیم. خیلی به نظر ساده میاد. ببینید در بخش regular search شما یه کدی رو برای فولاد می نویسید، همون بحث designationی که داشتیم، اون نامگذاری فولاد اینجا نوشته میشه و شما با کلیک کردن وارد لیستی هستین که استاندارد برای شما پیشنهاد میده. مثلا من می نویسم S235، اینو میزنید یه لیستی میاد و از این لیست باز میتونید جستجوی دیگری انجام بدیم. مثلا من یه جستجوی کاملتری باز میخوام این رو انجام بدم، جستجوی ثانویه هست. از این لیستی که داریم مثلا می‌نویسم S235 که G0. خب اینو جستجو میکنیم و میاد از بین اینها هم جستجوی ثانویه رو انجام میده. خب مثلا یکیش رو هم انتخاب میکنیم و در نهایت اینجا استاندارد ها میاد. من حالا خیلی کلی دارم خدمت شما توضیح میدم. حالا برگردیم به صفحه اول تا این قسمت رو توضیح بدم. پس شما یه جستجوی انجام میدید، هر کدی که هست اینجا مینویسید. حالا نوشتن کد یه استانداردی داره که من در اون فایل ها میخواستم خدمت شما توضیح بدم. بحثی که هست بحث تایپ کردن، نحوه تایپ کردن برای ما خیلی مهمه در اینجا. حالا فاصله ها زیاد مشکل نیست، ولی مثلا میخوایم بنویسیم فولاد 3K45 دیگه بین C و K بهتر فاصله نذاریم و هر از گاهی ارور میده نرم افزار، ولی مثلا اکثر موارد فاصله باشه مشکلی ایجاد نخواهد شد. شما یه مقدار کار بکنید چون کدگذاری ها خیلی متنوع هست، مثلا برای استاندارد کشورهای مختلف یه مقدار کار بکنید تایپ کردن رو میفهمید که چگونه هست. حالا با حروف بزرگ و کوچیک نوشتن هم تأثیری نداره. اینجا میبینید که S37 درسته. تأکیدی که دارم برای ASTM دیگه ASTM رو ننویسیم و فقط بخش A269 مثلا گرید مثلا خاصی که در اونجا هست. پس ما اینجا نام استاندارد رو نمی نویسیم. این کد اصلی که بعد از ASTM میاد اینجا وارد میشه و بخش کلاس و گرید و تایپ، باز تایپ ها رو شما در اینجا میتونید ببینید که خود نرم افزار مثلا گرید رو بهتره که کامل بنویسید و خود GR درسته که شاید مثلا GR هم باشه، ولی با جستجو میبینید که اکثرش اینجا گرید هستن و بهتره که گرید رو به صورت کامل تایپ بکنید که این مواردی هست در مورد تایپ کردن. بعد شما بخشی که اینجا وجود داره استاندارد رو میتونید تعیین بکنید و اجازه ندید که این نامگذاری با کل استانداردهایی که تو دیتابیس نرم افزار هست مقایسه بکنه. مثلا من دنبال استاندارد خاصی هستم، شما اینجا میتونید جستجو بکنید و باز این یه تکنیک خاصی داره که حالا من بعدا خدمت شما توضیح خواهم داد. اما بخش ادوانس سرچ چیه؟ ادوانس سرچ برای شما انگار داره پوزیشن و موقعیت‌های جدیدی رو فراهم میکنه که شما جستجو رو به خوبی انجام بدید. جستجو بر اساس تقریبا میتونم بگم اپلیکیشن و کاربرد، سربرگ دوم بر اساس خواص مکانیکی و سربرگ سوم بر اساس ترکیب شیمیاییه. خب با ترکیب شیمیایی شروع بکنیم. انگار شما یه فولادی دارید کاملا ناشناخته هست و شما میایین تست کوانتومتری انجام میدین، آنالیز EDS انجام میدین و بر اساس مقدار عناصر میخواین فولاد رو شناسایی بکنید که واقعا یه مقدار سخت و چالشیه و من سعی میکنم که حداقل 2 تا مثال در این باره حل بکنم. یک مثال هم اشتباه نکنم در خود دوره حل کردیم، ولی من تکرار میکنم که این بخش کامل تر باشه. بخش دوم بخش مکانیکال پراپرتیزه، اما هر خواصی رو ما در نظر نگرفتیم. خواص کششی هست و بخش ایمپکت، یلد و تنسایل الانگیشن همراه با ایمپکت رو بر اساس محدوده ها اینجا می نویسیم و شناسایی بر اساس اون انجام میگیره. و اگر ببینید اینجا خیلی مهمه، و اگر ما اطلاعاتی خاصی نیاز داریم، به عنوان مثال
من اطلاعاتی نیاز دارم برای دماهای بالا elevated temperature، یا بحث خستگی هست یا بحث heat treatment هست. این تیک ها رو میزنید که نرم افزار فولادهایی رو نشون بده از دیتابیسی که حاوی این اطلاعاته و این هم میتونه خیلی پرکاربرد باشه. مثلا شما میخواید فولادهایی رو انتخاب بکنید که بحث خستگیشون هم مهمه، شما فتیگ رو میزنید و در کنار جستجوی بحث خواص کششی مباحث فتیگ هم ارائه میشه. و بخش متریال که شما میتونید دسته بندی ها رو انجام بدید، مثلا توریستیل بزنید و جستجو بر اساس توریستیل ها بر اساس استانداردهای مختلفی انجام بدید که باز خیلی پرکاربرده و از این بخش هم حتما مثال حل خواهیم کرده. حالا در بخش regular search من یکیش رو حل بکنم، مثلا S235 که گفتیم مثال ساده ای همون S37 استاندارد دین قدیمی هست. خب در اینجا شما وقتی جستجو رو انجام میدین و وارد مرحله دوم میشین تعداد رو میاره 86 تا مواد رو آورد که این S235 در این کدها هست. ولی اگر نگاه بکنیم میتونه هر از گاهی خیلی متفاوت باشه. مثلا S235 یه دونه ای اضافه کرده شده استاندارد افنار فرانسه. خب ما دیگه باید این همه این موارد رو بدونیم که منظور چیه و میبینیم که اکثر تقسیم بندی هایی که در اینجا وجود داره بر اساس پسوندها هست. پسوندها رو آورده. یا اگر حتی نگاه بکنید ما گفتیم S235 همون فولاد S237 که تو برخی از نامگذاری ها انگار نامگذاری قدیمی و جدید به صورت یکسان و همزمان اومده و تو اینجا هم این بخش رو مشاهده میکنید که وجود داره. حالا ما مثال حل میکنیم که از بین این لیست من بیام فولاد دقیق رو انتخاب کنم، کدوم فولاد مد نظرم هست، کدوم پسوند برای بنده مهمه و به عنوان مثال حالا من میام G0CU رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخاب کردیم رنگش تغییر پیدا میکنه، یه دونه مرحله بعدی رو میزنید، next رو میزنید و اینجا باز کاربرد اینجا اومده میتونه دسته‌بندی های مختلف رو نشون بده بر اساس نامگذاری. باعث این بخش رو حتما بخونید. تقریبا داره در مورد اپلیکیشن صحبت میکنه، در مورد کدها صحبت میکنه و حتی هر از گاهی شماره استانداردش رو هم میاره. این مثالی هست که حتما حل خواهیم کرد. یعنی همون استاندارد چیه دوستان؟ استاندارد تکمیلی. استاندارد تکمیلیش رو میاره که شما مثلا تو استاندارد EN و ASTM سریع وارد این مباحث بشیم و نوع استانداردش رو به دست بیاریم که حالا ما باز نکست رو میزنیم و این بخشی هست که ما دنبالش هستیم. این بخش رو من یه مقدار جامع‌تر میگم. انواع سربرگ‌های مختلف هست که ما گفتیم برخی از اینها میتونه غیر فعال باشه. مباحثی در مورد fatigue, elevated temperature و heat treatment که اینجا میبینیم 3 تا از بخش‌های جنرال و تیپیکالش فعاله. حالا من این تیپیکال ها رو بگم. تو بخش جنرال میاد یه معرفی کلی در مورد فولاد میگه. میتونه بخشی از این سطرهایی که هستن رو هم پر نکنه، ولی تو اکثر موارد این فولادها جامع توضیح داده میشه، کامنت میاره، اپلیکیشن میاره و اینجا فقط میبینیم که گروهش رو گفته که استراکچورال هست، یه فولاد سازه‌ایه، غیر آلیاژی لو کربونه و فلت پروداکت. یعنی فلت پروداکت یعنی به صورت ورق‌ها و در حقیقت تصمیم‌ها این تولید میشه. سربرگ دوم در مورد ترکیب شیمیایی رو آورده و اینجا هم باز شما میتونید ترکیب شیمیایی رو به دست بیاری. عناصر اصلی رو نوشته که خیلی مهمه، پرکاربرد. اما CRT چیه؟ CRT مخفف Cross Reference Table هست که منظورش همون Equivalent Materials یعنی همون فولاد معادل. میگه شما اومدین این فولاد S235G0 رو جستجو کردین، میگه در استانداردهای دیگر یا در همون استاندارد چه فولادهای دیگری هست که
از لحاظ خواص، از لحاظ ترکیب شیمیایی شباهت داره به این فولاد. نکته‌ای که میتونیم در نظر بگیریم اینه که فوق‌العاده عالیه اینجا همون بخشی که خدمت شما گفتم، بحث مهندسی معکوس. ما وارد CRT میشیم و از بخش CRT میخوایم مهندسی معکوس انجام بدیم، ولی نیاز به دقت هست، فوق‌العاده دقت بالا میخواد. یعنی همه فولادهایی که اینجا آوردن فولاد مناسبی شاید نباشه، یا یه فولادی باشه که از لحاظ خواص اوکیه ولی قیمتش خیلی خیلی غیر اقتصادی باشه. پس بحثی که وجود داره CRT رو شما باید دقت بکنید، پارامترهای مختلف در نظر بگیرید که باز من مثال حل خواهم کرد که جنبه‌های مختلفش رو بلد باشین. و در اینجا حالا در این حد کافیه برای مباحث جنرال و حالا سعی می‌کنیم که این قسمت‌های سربرگی دیگر رو هم خدمتتون تو سری‌های دیگر خدمت توضیح